توجه کنید که دنیا را به چیزی نگیرید. توجه کنید که همه رفتنی هستیم و باید به خدای تبارک و تعالی نزدیک بشیم تا اونجا ما را راه بدهد. شما ادعیه ائمه اطهار را ملاحظه کنید. اینها ادعیه شلاق‌هایی است که بر فرق ماها زده می شود. اینهایی که به واقعیت و به عقیده ما معصوم از هر خطا هستند، ببینید که در ادعیه ها چجور عجز و ناله می کنند. برای اینکه مطلب بزرگ است. مقام بشر هر چه باشد، مقام خاتم النبیین بالاترین مقام، لکن وقتی که این مقام را با مقام الوهیت ملاحظه بکنیم که خود اونها میبینند هیچ است در مقابل همه چیز. اون که اونها فهمیدند از عظمت خدا اونها را وادار کرده است اونطور راز و نیاز کنند و اعتراف به تقصیر. شما در ادعیه امیرالمؤمنین خود رسول خدا حضرت سجاد سلام الله علیه سایر ائمه ملاحظه کنید چه جملاتی هست و ما چطور بعیدیم از این معانی. چه معارفی در این ادعیه هست که ما محرومیم از اون معارف. چه سوزی در قلب این خاصان خدا بوده است که برای فراق خدا می سوختند و آتش جهنم رو می گفتند اگر صبر کنیم صبر در فراق را چه کنیم. اینها برای ما مثل یک افسانه است، لکن واقعیت است. واقعیتی است که اونها فهمیدند و ما نفهمیدیم. ما الان تکلیف زیاد داریم. ما مواجه هستیم با یک ملتی که همه چیز خودش را در طبق اخلاص گذاشته است و برای اسلام دارد صرف میکند. جوانها را میداد، جوانها جان خودشون را میدند، زنها جوانهای عزیز خودشون را میدند و با اون شور و شعف اونها به میدان میرند و مردم با اون شور و شعف در جبهه و خارج جبهه دارند فداکاری میکنند. تکلیف ما با اینها چی است؟ ما چه جواب بدیم از این همه جهاتی که اینها ارزمی دارند؟ ما چی داریم که در جواب اونها بدیم؟ معذالک باید اون مقداری را که توان هست انجام بدیم. شکر این نعمت به این است که ما مردم را شریک بزرگ بدانیم در این حکومت. حکومت نیست، باید همه خدمتگزار باشیم برای این ملت، برای این جوانها و برای این پیرها و زنها و مردها. مردم را در همه امور شرکت بدیم. دولت به تنهایی نمیتوند که این بار بزرگی که الان به دوش این ملت هست بردارد.
همونطوری که ملاحظه میکنید اگر چنانچه این شور و شعف ملت و جوانهای عزیز نبود، هیچ دولتی نمیتوانست مقابله کند با این قدرت هایی که همه قدرتشون را، قوتشون را پهلوی هم گذاشتند و به ما حمله کردند. بدون اینکه این ملت همراهی کند ما نمیتوانستیم کاری بکنیم. هرچی داریم از ایناست و هرچی هست مال ایناست. دولت عامل این هاست، قوه قضاییه عامل این هاست، قوه اجراییه عامل این هاست، قوه مقننه عامل این هاست. ادای تکلیف باید بکنند، شرکت بدن مردم را در همه امور، همونطوری که با شرکت مردم در این جنگ شما به حمدالله پیروز شدید و پیروزتر هم خواهید شد. با شرکت اینها شما می توانید اداره کنید این کشور را. مردم را در امور شرکت بدید، در تجارت شرکت بدید، در همه امور شرکت بدید. مردم را در فرهنگ شرکت بدید. مدارسی که مردم میخوان درست کنند کارشکنی نکنید براشون. البته نظارت لازم است، انتقادم لازم است، لکن کارشکنی نکنید.